به نام یگانه عالم. سلام. میانگین داده ها. بچه ها همتون با این فرمولای میانگین در آمار مشکل دارید، اما میخوام بهتون بگم که میانگین همون معدل گرفتنه. یعنی چی؟ چند تا نمره ریاضی توی کلاس داریم و معلم بهتون میگه که من میانگین نمره‌های شما رو رد میکنم. یعنی چی؟ یعنی نمره‌هاتون رو با هم جمع میکنم، تقسیم بر تعدادشون میکنم، این میشه نمره ریاضی شما. پس میانگین داده ها در آمار همین میشه بچه‌ها. همه داده ها و اعدادی که داریم رو با هم جمع میکنیم و تعدادشون تقسیم میکنیم. اما بچه‌ها گاهی شما وقتی میخواین معدل خودتون رو بگیرین، مثلا تو کارنامه‌تون 20 تا درس دارین، میبینید 4 تا 20 دارین، 3 تا 19 دارین، 5 تا 17 دارین. همینطور چیکار میکنین؟ میان هی 20 تا رو با هم دیگه جمع میکنین، بعد تعداد نمرتون تقسیم میکنین؟ نه، میان میگین 4 تا 20 به اضافه 3 تا 19 به اضافه 5 تا 18. درسته؟ به این ترتیب اینا رو با هم دیگه جمع میکنید، بعد آخرم میگین 20 تا درس داریم، پس بعد 20 تقسیم میکنیم. این میشه معدلتون. خب بچه ها، ما هم در آمار همین کار میکنیم. اگر یه داده ای چند بار تکرار شده بود، هر داده رو در فراوانیش یعنی در تعدادش ضرب میکنیم به اضافه دوباره داده بعدی در تعدادش یعنی فراوانیش ضرب میکنیم بعد به اضافه تا آخرین داده و بعد تقسیم میکنیم بر چی؟ بر کل داده ها. یا میتونی بگی کل داده ها که توی صورت سوال معمولا مشخصه، یا میتونی بگی جمع تمام فراوانی هامون. چرا؟ چون فراوانی ها بچه ها تعداد هر کدوم از داده ها تو نشون میده دیگه. پس جمع اینا همه میشه تعداد کل داده ها. اما گاهی بچه ها ما جدول داده هامون دسته بندی شده است. یعنی مثلا میگیم از 15 تا 20 این تعداد نمره داریم، از 10 تا 15 این تعداد نمره داریم. خب بچه ها اون موقع چه کار کنیم برای میانگین؟ چون ما دقیقاً خود داده رو مشخص نکردیم. اون موقع میایم برای هر دسته یه نماینده دسته میگیریم. میگیم نماینده این دسته تو باش، فقط تو رو ضرب در فراوانی میکنیم. یعنی چه کار میکنیم برای نماینده دسته؟ همون دوتا عدد اول و آخر دستمون رو، یعنی حدهای دستمون رو با هم دیگه جمع میکنیم، تقسیم بر 2 میکنیم، یعنی عدد وسطیه رو پیدا میکنیم. مثلا اگر نمره‌های شما از 15 تا 20 مرتب شده، تو این دسته میان چیکار میکنی؟ 15 رو با 20 جمع میکنی، تقسیم بر 2 میکنی، این میشه نماینده دسته. تو همه دسته ها همین کار رو انجام میدی، بعد نماینده دسته رو در فراوانی ضرب میکنی، بعدم جمعشون میکنی و بر تعداد کل داده ها تقسیم میکنی. و اما یه نکته بهت بگم که راحتت کنم. اگه حواستو تو همون دسته اول جمع کردی، اون دوتا رو با هم جمع کردی، تقسیم بر 2 کردی، خب حالا دسته بعدی رو دیگه نیازی نداره دوباره هی جمعشون کنی، تقسیم بر 2 کنی. چیکار میکنی؟ میگی فاصله دسته اولم تا دسته دومم چقدر بوده؟ اگه 5 تا دسته ها تو پیش بردی بچه ها، میای چیکار میکنی؟ میگی که خب عدد وسطشون هم به همون اندازه فاصلش تغییر میکنه. اگر دسته هاتون 5 تا پیش رفته، نماینده دسته ها هم 5 تا اضافه